ژورنالیستان میگویند حکومت تاجیکستان هنگام ارائه آمار خودکشی در سال گذشته تنها با آوردن یک رقم خشک اکتفا میکند. بنا به آمار رسمی سال 2018 236 زن قصد به جان خود کردند. معلومات دیگر از جمله درباره خودکشی مردان در دسترسی عموم قرار ندارد. همین گونه سن و سال زنان خودکشی کرده، وضع اجتماعی آنها و عامل‌هایی که زنها را به این عمل تحریک دادند گفته نمی شود. نظرپرسی که از طرف ژورنالیستان در میان 2,500 ساکن انجام شده است معلومات دقیق را فراهم نمی آورد، اما با گفته تشبسکاران اطلاع جمع آورده تا اندازه به مشکلات موجوده روشنی می اندازد. البته مقامات محلی میخواهند این موضوع را پنهان دارند و اساساً سببهای خودکشی را به نافهمی در عائله ربط میدهند. اما نتیجه پرسش ثابت میکند که سبب اصلی به کمبزاعتی، مهاجرت و منتالیته موجوده وابسته است. از یک طرف نزدیکان نمیخواهند که طریق وسایل اخبار عموم در تمام تاجیکستان اعلان شود که او خودکشی کرده است. از سوی دیگر مقامات تلاش میکنند آمار خودکشی را کمتر نشان بدهند و آنها نیز در این باره معلومات نمیدهند. بر اساس این نتیجه نظرپرسی 83% ساکنان از 17 گوشه‌های مختلف تاجیکستان بر این باورند که اساساً زنان قصد به جان خود میکنند. به عقیده 40% دیگر آنهایی که به این عمل دست میزنند از 18 سال بالا دارند. 3/1 پرسیده شده ها سبب خودکشی را در میزان پستی سوادناکی و کم بی‌ذاتی میبینند. 3/1 دیگر بر این نظرند که خشونت، فشار خانوادگی به خودکشی تلا می‌دهد. باز همین تعداد پرسیده شده ها ازدواج‌های برمحل و مجبوری را همچون عامل اصلی نام می‌برند. 15% پرسیده شده ها گفتند که سبب خودکشی در ازدواج‌های بروقتی است. 13.6% گفتند که ازدواج‌های مجبوری باعث این عمل می شود. روزنامه‌نگاران میگویند برای پیشگیری از خودکشی باید اقدام شود. در مد اول مقامات را ضرور است که معلومات را از جامعه پنهان نکنند. دختران باید در برابر پسران به تحصیل دسترسی کامل داشته باشند و برای کار کردن آنها مانع نگذارند. یعنی باید وابستگی اقتصادی زنان را از شوهرانشان کاهش داد. سالهای اخیر در تاجیکستان حالتهای زیاد شده است که زنان بعد از گرفتن طلاق از شوهر بنابر دستنگری به جان خود و فرزندانشان قصد میکنند. همین گونه موردها در خانواده‌های جای دارد که مردان در مهاجرتند و زن و فرزندان خود را در تاجیکستان به پول میگذارند. آنهایی که نظرپرسی را انجام دادند بر اینند که مقامات حفظ حقوق باید مسئله ازدواج‌های بروقتی و مجبوری را در روستاها جدی نظارت و عاملان را مجازات کند. بنابر پرسش افکار عمومی مرکزی تحقیقات ژورنالیستی در تاجیکستان تقریباً 40% ساکنان هنوز هم باور دارند که همسر آینده را برای دختران باید والدین انتخاب کنند.